ذکر وسیله آسایش دل است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. راست گفتن، دوست داشتن الله، آشکاراگویی و پرهیز از غیبت مصفا کننده دل هاست. زبان و دل خود را به ذکر عادت کنانیم. یگان عمل برای روشن کنی دل یافت نمی شود که بهتر از ذکر باشد. در قرآن عظیم الشأن الله سبحانه و تعالی می فرماید: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس گویید و به من ناسپاسی مکنید. بازی مکنید. ذکر خدا است که شما را به جنت متوسل می سازد. ذکر است که در روی زمین چون انسان بهشتی عمر جاویدان پیدا می شود. ذکر اگر نیست، راه بهشت بسته است. آره، ذکر است که نفس و تن را نجات می بخشد. ذکر است که از تنگی های وسوسه و بلا و بیماری راه نجات را نشان می دهد. ذکر راه آسان و سبک ظفر است. اگر به این حرف باور ندارید، به کتاب ها نظر کنید و اگر امکان مطالعه ندارید، در عمل تجربه کنید. پس خواهید دید که پیروزی زندگی به شما دست می دهد. با ذکر الله بندها کشاده می شوند، ابر ظلمت پراکنده، پرده های خوف و بیم برطرف و کوه بلا دور می شود. هیچ تعجب نیست که ذکر کنندگان همیشه در راحتند. لیکن عجیب است وقتا که برخی از شخصان عمر خود را به ذکر می گذرانند. این گونه زندگی خزیدن در عالمی مرده هاست. ای آنی که شبها از درد و الم بیدار خوابی می کشی، تیر مصیبت به سینه ات زده است. برخیز و سوی الله ندا بکن و نجات خیش از او بپرس. با نامهای بزرگ مقدسش او را یاد بکن. به قدر ذکرت گره دل کشاده و خاطرت آرام می گردد. پس آن لحظه درک می کنی که خداوند با توست و تو را دوست می دارد. دل را وقتی به خداوند توکل و تکیه دادی، بدان که حتما الله به سراغ تو می آید. الله نزدیک است. وقتی او را دعا می کنی شنواست. وقتی ندا می کنی قبول کننده دعاست.